سلام. خبر کوتاه. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است تفاهم ملی کلید سال و ثبات پایدار در افغانستان می باشد. رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با سفیر ژاپن در کابل بر ضرورت تفاهم ملی به عنوان تنها راه برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار تاکید کرده و نقش توکیو را در بازسازی افغانستان ستوده است. کرزی بر اهمیت تفاهم ملی میان اقوام و جریان‌های مختلف در کشور تاکید کرده و آن را راه حل اساسی برای دستیابی به صلح پایدار و ثبات در افغانستان دانسته است. رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنین ضمن اشاره به وضعیت سیاسی کنونی کشور گفته است تنها با تفاهم ملی، احترام متقابل و مشارکت فراگیر میتوان به آینده روشن برای مردم افغانستان امیدوار بود. این اظهارات در حال مطرح می شود که حامد کرزی در سالهای اخیر همواره بر لزوم آموزش دختران، تشکیل حکومت فراگیر و احترام به تنوع قومی و زبانی در افغانستان تاکید داشته است.